سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. تو این ویدیو میخوام درباره وله کنترل بار شرکت شیوای امواج صحبت کنم. خب در حالت کلی کار وله کنترل بار حفاظت کردن موتور در برابر اضافه باره. خب تجهیزات دیگه هم هستن به غیر از کنترل بار، مثل کلید حرارتی، پیمتال، که به نظر من وله کنترل بار دقیق تر از اونو عمل میکنه، به خاطر اینکه از برد الکتریکی تشکیل شده و داخل برد از یک آیسی میکروپروسسوری استفاده شده. ولی کلید حرارتی یا بیمتال از دو تا تیغه غیر همجنسن که زمانی که گرم میشه و موتور آمپر بیش از حد میشه، اون دو تا تیغه گرم میشن و از هم جدا میشن. اما داخل وله کنترل بار خبری از اون دو تا تیغه نیست. یه برد الکترونیکی دقیق طبق همون چیزی که شما تنظیم میکنی و هر جور که شده نمیذاره موتورت بسوزه. خب اول از همه بریم حالت از لحاظ فیزیکی. ارتفاع کنترل بار تقریبا میشه نزدیک 9.5 یا 10 سانت. کسایی که میخوان داخل تابلو نصب کنن باید حواسشون باشه اگه روی در تابلو شاسی نصب میکنن به کنترل بار گیر نکنه. خب اندازه اینجوریش تقریبا 6 سانت و در 6.5 که میشه گفت تقریبا اندازه مینیاتوریه. خب برای تنظیمات یه نکته اول بگم، وله‌های کنترل بار دو نوعه، نیم تا 15 آمپر و 1 تا 60 آمپر، که این مدلش یه مدل 1 تا 60 آمپر. ما اینجا 3 تا کلید داریم: کلید اینتر، کلید بالا یا مثبت، کلید پایین یا منفی. با زدن کلید اینتر چراغ اول یا اورلود روشن میشه، یعنی حد اکثر جریان. ما طبق جریان نامی موتورمون کنترل بارمون رو تنظیم میکنیم. حد اکثر جریان ما تنظیم میکنیم روی 60 به طور مثال. با زدن کلید اینتر چراغ آندرلود روشن میشه، یعنی حداقل جریان. خب حداقل جریان رو واسه موتورها 0 میذارن، ولی اگه پمپ باشه، برای اینکه پمپمون زمانی که سیالش قطع میشه، خب بعضی موقع بعضی از پمپ‌ها موقعی که بدون آب کار میکنن باعث سوختنشون میشه یا باعث آسیب دیدن تجهیزات جانبیشون میشه. وقتی پمپ داره با سیال کار میکنه به طور مثال 60 آمپر میکشه، و وقتی که بدون سیال باشه به جای 60 آمپر بکشه 57 آمپر میکشه. ما اینو روی 57 تنظیم میکنیم که وقتی پمپ ما بدون آب شد کنترل با پمپ خاموش کنه. این از این. تنظیم بعدی عدم توازن جریانه. عدم توازن جریان ما از 1 تا 100% میتونیم تنظیم کنیم، یعنی اختلاف جریان بین فازهامون، بین سه فازمون. ما اینو همون 10 تنظیم میکنیم. خب چراغ بعدی آن زمان وصل شدن بوبینه، یعنی زمانی که بوبین برقدار میشه بعد از چند ثانیه ولش رو وصل کنیم. ما تنظیم میکنیم این 10 ثانیه. خب این ما میتونیم از 0 تا 240 تنظیم کنیم. چراغ آف روشن میشه بعد از اون، یعنی تأخیر در قطع، که از 1 تا 10 ثانیه میتونیم تنظیمش کنیم. ما روی 7 تنظیم میکنیم. چراغ بعدی آف آندرلوده، یعنی تأخیر در قطع حداقل جریانه، که ما اینم روی 7 تنظیم میکنیم. و چراغ بعدی هم دیلی استارت، از زمانی که موتور شروع میکنه به حرکت تا وقتی که کنترل بار شروع کنه به جریان خوندن.
یعنی موتور اول حرکت کنه، اون جریان نامیش که گذشت، بعد کنترل بار شروع کنه به اندازه گیری. خب اینم از تنظیمات کنترل بار. یه سری چیزای دیگه هم داره که جلوتر میگم. خب بریم سراغ تیغه‌های رله کنترل بار. قبل از اون ممنون میشم اگه پست رو لایک کنین و کانال ما رو دنبال کنین، انرژی بدین تا آموزش‌های بیشتری بسازم. خب بریم سراغ تیغه. اولین تیغه رله کنترل بار N و pH، یعنی نول و فازمون. برق اصلی، تغذیه کنترل بار، این دوتا تیغه. بعد از اون یه تیغه به نام اوتوه که من به آخر صحبت میکنم در موردش. تیغه بعدی تیغه سیه یا همون کام یا مشترکمون. تیغه بعدی NCه، نورمال کلوز یا تیغه بستمون. و تیغه آخرم NOه، نورمال اوپن یا تیغه بازمون. خب این از تیغه. این سه تا حفره CTA کنترل باری که ما باید سیمای قدرتمون رو از داخل اینا بگذرونیم که تا حداقل سطح مقطع 25 میلیمتر مربع رو شما میتونین از این حفره عبور بدید. خب بریم سراغ ریست. خب برای ریست کردن دستگاه زمانی که خطا میده، خب زمانی که خطای افزایش جریان بده توی مانیتور ما کلمه لود رو میبینیم که نمایش داده میشه، یا زمانی که خطای UNC داده بشه یعنی اینکه کاهش جریان، و زمانی هم که UBC نمایش داده بشه یعنی خطای عدم تقابل جریان که من عکسشونم تو ویدیو بهتون نشون میدم. حالا زمانی که این خطا نمایش داده شد ما میتونیم با نگه داشتن کلیدای فلش بالا و پایین کنترل بار ریست کنیم. حالا اگر خواستیم روی حالت اتومات بذاریم، این تیغه اوتو یعنی اتومات مال ریستمونه که وقتی ما از تیغه فازمون یا pH یه پل بدیم به اتومات میشه ریست ما. یعنی بعد از هر بار نمایش خطا دستگاه شروع میکنه به شمارش معکوس از 1 تا 60 ثانیه و بعد از اون خودش دستگاه رو ریست میکنه. این اتفاق تا 3 بار میفته. بعد از 3 بار دستگاه خطا رو اعلام میکنه و منتظر میشه تا ریست دستی بشه. خب اینم از ریست و کل تنظیمات رله کنترل بار. امیدوارم که واسهتون مفید باشه. اگه پست رو لایک نکردین و کانال ما رو دنبال نکردین ممنون میشم این کار انجام بدین و تا یه آموزش دیگه به امید دیدار.